خلاصه از یه جایی باید شروع کنیم. زندگیمون رو باید مهدوی کنیم. بیایید از سه‌شنبه‌ها شروع کنید. مثلا خانم خانه‌دار روز سه‌شنبه یه نفر بیشتر غذا بپزه، به همسایه بده، به عشق امام زمان، بگه هدیه امام زمان. معلم روز سه‌شنبه یه حدیث مهدوی به بچه‌ها بگه. روحانیون مساجد روزهای سه‌شنبه درباره امام زمان 5 دقیقه صحبت کنن. دانش آموزا روزهای سه‌شنبه یه کاری کنن به عشق امام زمان، به دوستش که ضعیف‌تره درس بده. یعنی همه قرار بذاریم روز سه‌شنبه یک کاری برای امام زمان انجام بدیم. راننده تاکسی تو کل کشور بیان این عزیزان زحمتکش ما روز سه‌شنبه ها یک مسافر رو به عشق امام زمان رایگان به مقصد برسونن. کاسب های عزیز ما بیان با روی باز به عشق امام زمان با مشتریان رفتار کنن و از یک مشتری سود کمتری بگیرن یا اصلا سود نگیرن از یک مشتری. تو ادارات ما روز سه‌شنبه صبح دعای عهد پخش بشه. بعد کارمندا روز سه‌شنبه یه جور دیگه به ارباب رجوع ها رسیدگی کنن. بیایم مثلا جلسات محفل مهدوی را بندازیم. سه‌شنبه ها نیم ساعت وعده بذاریم، شب نشینی دور هم بشینیم، خانوادگی درباره امام زمان صحبت کنیم، کتاب با هم بخونیم. حرم های اهل بیت، حرم امام رضا علیه السلام، حرم از معصومه سلام الله علیها، بیان بین دو نماز احکام دیگه نگن، سه‌شنبه ها یه 5 دقیقه بحث مهدوی بگن. بیایم بیرون تو کوچه خیابون میز بذاریم، شربت پخش کنیم، شیرینی پخش کنیم. سه‌شنبه ها شب از خودمون بپرسیم من امروز برای امام زمان چه کردم. یواش یواش شیرینی کارهای مهدوی انشالله بیشتر نمود پیدا میکنه و هممون انشالله به عشق امام زمان کارامون رو انجام میدیم.